دوشنبه پرونده عزت امان بسته شد. او باید اکنون عفو و عذر شود. اعتراض حدود 70 راننده در نزد وزارت نقلیات. رحیم غرمی به سمندر مرودوف مرسدس توفه کرد. تاجیکستان با توست پنشیر در دوشنبه کتاب نامه به پنشیر چاپ شد. از 5 اکتبر فرودگاه بختر نیز به پروازها به روسیه سر میکند. صدمه در شهر توز، قلابی 2 زن در یاوان و خوجند و بازداشت راننده تجیرا. و اکنون تفصیلات خبرها. کاتب دادگاه شهر دوشنبه گفته است مرافعه عزت امان را روز 22 سپتامبر به پایان رسانده پروندهش را بستند. در دادگاه به رادیوی آزادی گفتند که قرض عزت امان از دعواگران به 1,090,000 روبل و $1,000 برابر بود. همش را سپردند. این امکان میدهد که عزت امان مورد عفو قرار بگیرد و آزاد شوند. این حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک از زمان به طور مرموز از مسکو ربوده شدنش در تاریخ 25 مارس اینک نیم سال باز در بازداشتگاه رقم 1 در دوشنبه با اتهام بافته قلابی در حبس قرار دارد. پرداخت شدن همه پولهای دعوایی 1,090,000 روبل و $1,000 را ادوکات عزت امان سید برهان شریفوف نیز تصدیق کرده است. پیوندان عزت امان چندین بار گفتند که هرچند اتهامات اعلام کرده مقامات را ساخته و دعواها را بر دروغ میشمارند، ولی به خاطر زودتر آزاد شدن او پرداختن تمام این پولهای دعوایی را به گردن گرفتند. اولین شده خبر احتمال روزهای نزدیک آزاد شدن عزت امان را روز 22 سپتامبر پایگاه خبری بامداد با نخستین عکس او در بازداشت نشر کرد. در این عکس حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک در یکی از حجره‌ها در بنای دادگاه شهر دوشنبه ثبت شده است. یک منبع بامداد گفت عزت امان پول تقریبا همه آنهایی را که نسبت به وی دعوای پولی داشتند پرداخت کرده است و تنها یک نفر دیگر باقی مانده است که شاید تو یگان روز دیگر آن هم پرداخت شود و بعد آن عزت امان بر اساس قانون عفو به آزادی برآید. قانون عفوی که به مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان قبول شد، عفو آنهایی را که بر اساس ماده 247 کودکس جنایتی با اتهام قلابی محکوم شدند یا پرونده دارند نیز پیش بینی میکند، ولی به شرط پرداخت مبلغ ضرری که در پروندهشان درج شده است. عزت امان روز 25 مارس سال جاری همگی چند روز بعد لغو شهروندی روسیه‌اش به طور مرموز از مسکو غیب زد و 2 روز بعد در دوشنبه پیدا شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که عزت امان در این وزارت در بازداشت قرار دارد و به ضدش در اباب با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند. صبح 23 سپتامبر حدود 70 راننده که از ازبکستان به تاجیکستان بار میکشانند به نشان اعتراض از پولکنی‌های بی‌انصافانه در نزد وزارت نقلیات تاجیکستان در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و گفته همصحبتان پایگاه خبری بامداد رانندگان ناراضی را مسئولان وزارت نقلیات قبول کرده عرضشان را شنیدند و وعده دادند که روز 23 سپتامبر رهبران تمام شرکت‌های لوجستیکی را جمع آورده مسئله را حل می‌کنند. رانندگان ناراضی میگویند میانرفت‌ها نرخ سندهای را که برای انتقال بار از خارج لازمند به طور بی‌انصافانه بالا برداشتند. یکی از این حجت‌ها کتاب بارکشانی بین المللی است که نرخ اصلیش $35 بوده است، ولی به ما رانندگان این حجت را $350 می فروشند، 10 مرتبه گرانتر از نرخ خودش. از 5 سپتامبر نرخ دزوال اجازتنامه انتقال بار از خارج از $60 قبلی تا به $140 بالا رفت. شرکت‌های میانرفت این را به کمبودی بلانک ربط می‌دادند و می‌گفتند که بعد جشن استقلالیت حل می‌شود مشکل، ولی نشد، نقل کرد یکی از رانندگان. در نتیجه اینک چند هفته باز در 2 طرف مرز 10 ماشین بارکش جمع شده به سبب نداشتن دزوال نه برای کشاندن بار به ازبکستان رفتن میتوانند، نه آنهایی که ماشینشان پر از بار است مرز را گذشته برگشته میتوانند. برخی رانندگان مجبور شدند محصولاتی از ازبکستان بار کردهشان را از ماشینهایشان فرورند چون که آن را سر وقت رساندن نمیتوانستند. رهبر یکی از شرکت‌های نقلیات در صحبت به بامداد گفت بعد جشن استقلالیت برعکس بدتر شد.
میانروا از 15 سپتامبر به این طرف برای یک دزول از 300 تا 400 دلار طلب کردند. اینش دیگر بدنفسی بیش از حد بود. شرکت ما چند دزول پیشتر خریده‌مان را بر رانندگان تقسیم کرد و دیگر کار را پس کرد، ولی راننده ها بیکار ایستادن نمیتوانند. زندگی آنها از حساب چرخیدن چرخ ماشین هایشان است. جان رانندگان به لبشان رسید، طاقتشان جمع شد و صبح 23 سپتامبر همه به وزارت آمدند. رئیس خدمات وزارت گفت نرخ رسمی دزول همگی 84 سومونی است. چرا به شما 300 400 دلار میفروشند؟ ببینید به دولت همگی 84 سومونی میدادند و خودشان یک کاغذ را 50 مرتبه قیمتتر میفروختند. برای مقایسه نرخ دزول برای ورود به روسیه 10 دلار، برای رانندگان از تاجیکستان حتی بی پول و به ازبکستان از 8 تا 10 دلار است. در تاجیکستان به انصافا نرخ آن را تا 400 دلار خیزاندند. میگویند با علم رانندگان ناراضی. دزول اجرت رسمی است که همچون اجازتنامه برای به کشور کشاندن بار در هر کشور آن را وزارت نقلیات توسط اتحادیه های نقلیات بین المللی میدهد. در تاجیکستان تقسیم دزول توسط اساسیاسیا международного автомобильного транспорта республики Таджикистан صورت میگیرد. معمولا این اجازتنامه ها را بین شرکت های لوجستیکی به این نهاد نزدیک یعنی خودی تقسیم میکنند و سپس آنها این حجت ها را به شرکت های نقلیاتی و رانندگان میفروشند. چنین شکل کار طبیعی است که زمینه را برای کروپسیا هموار میکند و انصاف را برعکس از بین میبرد که نمونهش را در حال حاضر به سر رانندگان آوردن این به نام مسئولان ساحه ولی در اصل یک دسته بدنفس میبینیم و این عرصه است که دخالت نه فقط وزارت نقلیات بلکه دخالت عاجل همه نهادهای مسئول مبارزه با کروپسیا تاجیکستان از اگنتی مبارزه با کروپسیا تا دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی را طلب میکند، چون که تنها رانندگان تاجیک نیستند که قربان این دسته بدنفس شدند. شام 22 سپتامبر رزمنده جوان و آینده‌دار تاجیک سمرالدین مرادوف را در فرودگاه دوشنبه سیل مخلصان پیشواز گرفتند. در ثبت‌ها دیده می شود که در صحن فرودگاه 10 نفر جمع شده و سمندر را که با کتف لت خورده ولی با نشان قهرمانی به وطن برگشت با شور و شوق پیشواز میگیرند و به شرف او چپک زده هشتک میکشیدند و دستفشانی میکنند. بعد پیشوازگیری متنتن در فرودگاه صاحبکار شناخته تاجیک رحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی به سمندر مرادوف کلید ماشین تمغه مرسدس را توفه کرد. در ویدیو دیده می شود که چگونه سمندر پشت فرمان این ماشین رنگش سیاه می نشیند و آن را به حرکت می درآورد. سمندر شب 7 سپتامبر در مسابقات AFC که به یاد عبدالمنوف نور محمدوف پدر و مربی فقید رزمنده شورتیار داغستانی حبیب نور محمدوف بخشیده شده بود، صاحب جای اول و عنوان قهرمان این مسابقات شد. در آن مسابقه نورالله علیف یک ورزشگر تاجیک دیگر نیز غالب آمد، ولی پیروزی سمندر از چند نگاه فرق میکرد. اول در رقابت نهایی با مکسیم شویتس در دور سوم نبرد کتف راست پهلوان تاجیک برآمد و با وجود چنین سخت لت خوردنش او با یک دست نبرد را ادامه داد و در دور چهارم حتی رقیبش را به نکاوت فنی فرستاد و پیروزی را به دست آورد. همچنین سمندر مرادوف هنگام اعلان نام غالب مسابقه مخلصان خود را بازم بیشتر به وجه آورد، چون که هم او و هم اعضای دیگر دستش همه فوتبالکاها با عکس احمدشاه مسعود و پسرش احمد مسعود را به تن کردند و با این همراهی خود را به نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان که در پنشیر و اطراف آن به ضد طالبان می جنگند به نمایش گذاشتند. روز 22 سپتامبر در شهر دوشنبه با حروف کریلی و فارسی مجموعه نامه به پنشیر که هم آوازه اهل قلم تاجیکستان به جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود است از دست چاپ بیرون آمد. این مجموعه را شاعر، ترجمان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ابراهیم جان دوستعلی زاده گردآوری و نشر کرده است. قرار است در روزهای نزدیک مراسم رونمایی این کتاب نیز صورت بگیرد. به دنبال رونمایی شکل الکترونی کتاب هم
طریق اینترنت دسترسی همگان می‌گردد. در مجموعه نامه به پنجشیر اشعار شاعران تاجیک شروع از بزرگان گلرخزار، کمال نصرالله، اسکر حکیم، محمد غایب، نظام قاسم، میرنسا، استادان رستم وهابزاده، عطا میرخواجه، آذرخش، نقره سنتیان، شهریه، دولت سفر، آذر، عبدالله رهنما، اسماعیل ظفری، سلیم زرفشانفر، نورعلی نورزاد، ادیبه خوجندی تا شاعران جوان ارزو عیسی، ادیبه عزیز، طالب لقمان، بزرگمیر بهادر، بزرگمیر تاج‌الدین، ابراهیم جان دوستعلی زاده، مقاله های دانشمندان و ژورنالیستان عبدالنبی ستارزاده، میرزا شکرزاده، انظورت ملکزاد، عادل ناظر و دیگران پیرامون وضع امروزه افغانستان گردآوری شده است. بنا به اطلاع ژورنالیست عادل ناظر، در این نگاشته ها اهل زیای تاجیکستان غصب افغانستان را از جانب گروه تروریستی طالبان محکوم کرده خواستار استقرار صلح و آسایش در افغانستان شدند. این مجموعه به نفع پیام مردم تاجیکستان به افغانستان و جامعه جهان است. عادل ناظر می نویسد نامه به پنجشیر نامیدن این مجموعه به سبب نیست، زیرا طور همه آگاهی داریم پنجشیر با رهبری احمد مسعود یگانه منطقه است که در برابر طالبان سقوط نکرد و نور است در جبین گرفته افغانستان جنگ زده. نعره شیران پنجشیر در این اواخر گوش عالم را کر کردند. پنجشیر کعبه آزادی افغانستان یگانه امید مردم اذیت کشیده این منطقه برای رسیدن به صلح است. پنجشیر تنها ولایت از 34 ولایت افغانستان بود که سلطه طالبان را نپذیرفت و به ضد رژیم نوی جنگیان این گروه تندرو قیام کرد. در اولهای ماه سپتامبر جنگیان طالبان برخی از قسمت‌های وادی پنجشیر را تصرف کردند، ولی در رههای کوهستانی کسناگذر آن همچنان در کنترل نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود فرزند لشکرکش شورتیار احمدشاه مسعود باقی میماند. تاجیکستان از انگشتشمار کشورهایی است که از آغاز سلطه طالبان را نپذیرفت و پرزیدنت امامعلی رحمان اعلام کرد که اگر طالبان در حکومت آینده خود به تاجیکان افغانستان و دیگر اقلیت‌های قومی آن کشور جایگاه شایسته قائل نمایند، دوشنبه حکومت نو را در کابل اعتراف نخواهد کرد. جامعه تاجیکستان بخصوص روشنفکران تاجیک نیز اکثرا موقع طرفداری بیچون چرا از جبهه مقاومت در دره پنجشیر را انتخاب کردند. شاعران تاجیک در وصف پنجشیر نیروهای مقاومت و فرمانده آن احمد مسعود دهها شعر و داستان گفته آوازخوان‌های تاجیک الکی نخستین ترانه‌هایش را در این موضوع پیشکش کردند. روز 22 سپتامبر ستاد فوری حکومت روسیه اوید به پیشگیری از ورود و پهنشوی کرونا ویروس قرار قبول کرد که از 5 اکتبر شماره پروازهای دائمی با تاجیکستان را در زمینه دو جانبه افزایش دهد. طبق قرار ستاد از 5 اکتبر در خط سیر مسکو خوجند و مسکو کولوب هفته تا 2 پرواز صورت گرفته از هر کدام از فرودگاه‌های دیگر روسیه که دیگر باره حق انجام پروازهای بین المللی را به دست آوردند هر هفته به فرودگاه‌های دوشنبه، باختر، خوجند و کولوب تاجیکستان نیز تا 2 پرواز انجام داده می‌توانند. یادآور می‌شویم که روسیه مرزهایش را به سبب پاندمی کرونا ویروس از 20 مارس سال 2020 بست و تنها از 1 اپریل سال 2021 به پروازها با تاجیکستان اجازه داد، ولی چند ماه اول پروازهای دائمی تنها بین دوشنبه و مسکو و آن هم تا ماه ایون همگی 2 پرواز و از ایون تا 27 آگوست همگی 4 پرواز در هفته انجام میشد. پروازهای دیگر همچون چارتری بودند و نرخ‌هایشان یک مدت تا به حد $1500 بالا رفت که خشم ساکنان تاجیکستان و حتی اعتراضها را به بار آورد. از 27 آگوست روسیه پروازهای دائمی بین دوشنبه و مسکو را هر روزه کرد. به پروازهای دائمی از شهرهای دیگرش به دوشنبه و کولوب خوجند هم اجازه داد و در نتیجه شماره پروازهای دائمی بین روسیه و تاجیکستان 10 مرتبه افزود و حال حدود 100 پرواز دائمی در هفته را تشکیل میدهند. ساکنان تاجیکستان امیدوار بودند که در پی افزایش به مراتب شماره پروازهای دائمی شرکت‌های هواپیمایی نرخ چپته‌های خود را پایین خواهند آورد.
ولی با وجود دهها مراتبه افزودن شماره پروازهای دائمی، نرخ پروازها از تاجیکستان به روسیه همچنان میان شکن باقی مانده. برای مثال نرخ چپتای پرواز از دوشنبه به مسکو همچنان در حدود $500 برای یک طرف باقی مانده است. ساکنان تاجیکستان این نرخ را به انصافانه نامیده و به شرکت‌های هواپیمایی و چپت فروش لعنت می‌فرستند، ولی مجبورند به سبب نبودن الترناتیو دیگر برای خود را تا روسیه رساندن با این نرخ‌های آسمانبوس چپته بخرند. قرار معلوم اجازت سفر به روسیه با راه‌های ارزانتر چون قطار راه آهن یا اتوبوس‌ها تا حال داده نشده است. روز 22 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 02:00 دقیقه راننده автомашинаи тамғаи مرسدس بنز قربونов تیمور کومیلوویچ سال تولدش 1992 ساکن جماعت دهات 20 سالگی استقلال نویه قبادیان هنگام حرکت از سمت نویه شهرتوز به سمت نویه دوستی در حدود دهه باباجان غفوروف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قسم قفای автомашинаи بارکش تمغه شکمن که بر راننده حسینوف محمد علی امینوویچ سال تولدش 1981 ساکن شهر وحدت تعلق دارد برخورد است. در نتیجه مسافر داخل автомашинаи تمغه مرسدس بنز محمد علی و منظوره مظفرونا سال تولدش 1986 ساکن نویه شهرتوز جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و دیگر مسافر داخل автомашинаи مذکور سیونو و مفتونه مظفرونا سال تولدش 1988 و خلیفه و عدالت سال تولدش 1990 استقامت کنندگان جماعت دهات ناصر خسرو جراحات گوناگون جسمانی به سلامتیشان برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوانزن 22 ساله ساکن نویه یووان همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 3 مارس سال 2021 با روی فریب به باوری جوان 22 ساله ساکن امین نویه در آمده از او 126,800 سومانی گرفته وعده داده است که برای او تلفن موبیلی تمغه آیفون 12 و خانه استقامتی گرفته می‌دهد، اما وعده‌های داده‌اش را اجرا نکرده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت نامبرده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم دوم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همین طریق هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 46 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه مارس سال 2020 با روی فریب به باوری مرد 38 ساله ساکن امین شهر درآمده خود را کارمند متخصص شعبه زمینساز معرفی نموده با بهانه جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان بنای استقامتی از او $88,000 آمریکایی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت نامبرده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 39 ساله ساکن نویه فردوسی سابق راننده شرکت تجیرو همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 11 اکتبر سال 2019 با روی فریب به باوری نظارتچی شرکت تجیرو مرد 37 ساله ساکن نویه رودکی در آمده از انبار این شرکت محصولات آذوقه‌واری را در حجم 331,604 سومانی گرفته به نقطه سودا تقسیم کرده مبلغ‌ها را نسپاریده به منفعت شخصیش صرف نموده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 25 ساله ساکن شهر کانه‌بادام با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 21 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 19:00 با روی پنهانی از تگ غلاف تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A32 که به زن 28 ساله ساکن شهر
مذکور تعلق دارد 300 دلار آمریکایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت نام برده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در ناحیه سینای شهر دوشنبه با عریضه جوان 23 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که شب 14 به 15 سپتامبر سال 2021 شخص نامعلوم برای پنهانی از نقطه شستشوی автомойка واقع در محله اسپیچک автомاشین تمغه اوپل استرا را غیر قانونی هی کرده برده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 24 ساله ساکن ناحیه فرخار با گمان غیر قانونی هی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کرده شد.